آیا دنیایی پس از مرگ وجود دارد؟ بهشت و جهنم واقعی است یا ساخته ذهن بشر؟ به راستی پس از مرگ چه اتفاقی برای جسم و روح انسان میفته؟ درود میفرستم خدمت همه پارسی زبانان عزیز هر جای این کره خاکی که هستند. من هومن هستم و اینجا کانال یوتیوبی هیچکسته. من به همراه تیم هیچکست سعی میکنیم در هر قسمت در مورد یک موضوع علمی، تاریخی، تخیلی و هر چیزی که ممکنه ذهن شما را مشغول کرده باشه و اسراری را در خود نهان داشته باشه صحبت کنیم. قبل از شروع این اپیزود خواهش میکنم برای هر چه بهتر شدن این پادکست کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. امروز در این ویدیو داستانی واقعی از تجربه ماورایی مردی را برای شما نقل میکنیم که حاوی نکات و درس‌های ارزشمندی است. نام این مرد کلبی کلارک است که طی سانحه‌ای مرگ تقریبی را تجربه میکنه و با پیام‌ها و درس‌های عبرت‌آموزی به زندگی برمیگرده. این ماجرای واقعی میتونه دیدگاه و نگرش شما را نسبت به زندگی و انتخاباتون کاملا تغییر بده. شب سال نو 1992 بود. کلبی به همراه چند تن از دوستان خود که 3 پسر و 4 دختر بودند سوار بر ون کلبی شدند تا به اتفاق هم به کوه ماموت در ایالت کالیفرنیا سفر کنند و از تفریحات زمستانی و ورزش‌های اسنوبورد و اسکی لذت ببرند. به تازگی برف زیادی در کوهستان ماموت باریده بود و شرایط برای اسکی و اسنوبورد بسیار ایدئال بود. قرار بود مهمونی‌های مختلفی اونجا برگزار بشه و دختران زیبا و تفریحات بسیار آنجا انتظار کلبی را می‌کشیدند. او اصلا دلش نمی‌خواست که این فرصت خوشگذرانی و تفریح را از دست بده. پدر بزرگ و مادر بزرگ کلبی قرار بود به دیدن او برن و به اونها اطمینان داده بود که سفرش فقط چند روزه و به زودی برمیگرده تا میزبان پدر بزرگ و مادر بزرگش باشه. اما حسی هشدار دهنده و آشنا و در عین حال مرموز او را آزار میداد و به شدت به او هشدار میداد که نباید به اون سفر بره و حتی از او خواهش میکرد که از رفتن صرف نظر کنه. اما متاسفانه کلبی این ندای درونی را جدی نمی گرفت و بهش گوش نمی داد و شاید این بزرگترین اشتباه کلبی بود. کلبی تمام جوانب مثبت و منفی این سفر را ارزیابی کرد و رفتن خودش به این سفر را به طرق مختلف توجیه کرد تا بتونه این حس هشدار درونی رو بی‌مورد تلقی کنه. در هر صورت کلبی به این سفر رفت و 1 روز کامل رو با اسکی در شرایط استثنایی و مفرح به همراه دوستانش سپری کرد. بعد از اون اکیپ اونها به اتاقک خودشون برگشتن تا برای پارتی شبانه آماده بشن که قرار بود به همراه 10 نفر از دوستان و آشنایانشون که اونها هم از ماریبو به اونجا رفته بودند برگزار بشه. برنامه اونها این بود که از یک مهمانی به مهمانی دیگه‌ای برن. یک بار دیگه اون احساس هشدار درونی شدیدتر از قبل به کلبی هشدار داد که اتاقک رو ترک نکنه. این حس درونی قاطعانه به او میگفت که باید داخل بمونه و برای مهمونی با دوستانش بیرون نره. با این حال این هشدار عمیق درونی نتوانست او را از رفتن منصرف کنه و اون مطمئن بود که این مهمانی‌ها بسیار عالی و فراموش نشدنی خواهند بود. اما نمیدونست که داره اشتباه میکنه و این شبیه خواهد بود که او هرگز به طور کامل از اون بهبودی پیدا نخواهد کرد. اونها در حال آماده شدن برای رفتن به پارتی شبانه بودند که کلبی یک احساس و ادراک بسیار صریح و غیر قابل انکار دیگری از درون دریافت کرد. این ندای درونی قاطعانه به او گفت که باید سوئیچ ون و سهمش از پول بنزین رو در کوله پشتیش بذاره و به دوستانش که با او همراه بودند این موضوع را اطلاع بده. او در نهایت تصمیم گرفت که با این حس درونی موافقت کنه. بنابراین به دوستانش گفت اگر برای من اتفاقی بیفته سوئیچ و پول بنزین توی کوله پشتیمه. همه گیج و متحیر به او نگاه کردند و حرفای او را جدی نگرفتند و سری تکان دادند و گفتند بیخیال. وقتی به دوستانش این را گفت احساسی تزلزل ناپذیر از درون به او میگفت که امشب اتفاقی میفته و او دیگه هرگز بر نمیگرده. کلبی در این مقطع از زندگیش هیچ چیزی از ندای شهودی نمیدونست، چه برسه به این که بخواد به این هدایت درونی اعتماد کنه. این حس برای او فقط یک احساس عجیب و غریب و مملو از خرد و دانش بود که سعی میکرد اون رو راهنمایی کنه. البته اگه از اون پیروی میکرد.
این حس برای کلبی چندان جالب نبود، چون سعی می‌کرد اون رو از کارهایی که انجام میداد منع کنه و به نظر می‌رسید برنامه‌ای جایگزین برای زندگی کلبی و تقریباً هر کاری که انجام میداد داره. او میبایست اعتراف میکرد که بر اساس تجربیات شخصیش متوجه شده بود که هر وقت از این ندای درونی پیروی میکرد همه چیز به درستی پیش میرفت. ولی زمانی که از اون سرپیچی میکرد معمولاً با شکست و اوضاع بدی روبرو میشد. با همه اینها او متقاعد نشد که اون شب از بیرون رفتن صرف نظر کنه. کلبی ذاتاً در نادیده گرفتن این ندای درونی ماهر بود، چون این ندای درونی همیشه برخلاف امیال نفسانی او بود. کلبی و دوستانش با هیجان زیاد برای شب پر از خوشگذرانی و مهمونی‌های متنوع از اتاقکشون خارج شدند. وقتی از اتاقک خارج شدند، متوجه شدند که به دلیل بارش شدید برف، پیاده‌روها کاملاً غیرقابل عبور هستند، چون ماشین‌های برف‌رو برف‌ها رو از خیابون جمع‌آوری و در پیاده‌روها انباشته کرده بودند. و عابران پیاده ناچار بودند که از کناره خیابان یخزده و لغزنده عبور کنند. کلبی و دوستانش از این خیابان لغزنده و یخزده عبور می‌کردند و از یک پارتی به پارتی دیگری می‌رفتند. اتاقک‌ها اساساً تبدیل به میخانه شده بودند که در اونها مقادیر زیادی از انواع مشروبات و مواد مخدر مصرف می‌شد و در دسترس اونها قرار می‌گرفت. کلبی مقادیر زیادی مشروب و مواد مصرف کرده بود و کاملاً مست شده بود و دیگه کمتر اون الهام درونی و هشدار دهنده رو حس می‌کرد. اکیپ دوستان کلبی وقتی شنیدن که قرار مهمونی‌های دیگری در حوالی آنجا که تنها چند بلوک با آنها فاصله داشت برگزار بشه، تصمیم گرفتن به اونجا برن. دخترها به مهمانی‌های بزرگ رفته بودند، بنابراین آنجا جایی بود که کلبی بدون شک می‌خواست به اونجا بره. وقتی به اون خونه نزدیک شدند، چند نفر که در ایوان جلویی بودند شروع کردند به فحاشی و داد و فریاد. اونها هم با حالت مستی با شدت بیشتری با این چند نفر پاسخ دادند. این دعوای لفظی به سرعت تبدیل به تهدید و یک نزاع تمام عیار شد. در عرض چند دقیقه چند نفر با اسلحه از خونه بیرون آمدند و غوغایی بزرگ برپا شد. کلبی در هیچ کدام از این فحاشی‌ها و زد و خوردها دخالت نکرد و اصلاً نمی‌خواست درگیر نزاعی که بین افراد مست رخ داده بشه. او بسیار بی‌رمق‌تر از این بود که بخواد وارد این درگیری بشه و فقط می‌خواست کمی استراحت کنه. بنابراین او به همراه گروهی از مردم که در خیابان پرسه می‌زدند سعی کرد که از این زد و خورد دور بمونه. از اونجایی که پیاده‌روها مملو از برف بودند، کلبی ناچار بود از کناره خیابون عبور کنه و در عین حال مشغول تماشای این نزاع بود و متوجه ماشینی که با سرعت به او نزدیک می‌شد نبود. به گفته شاهدان عینی، کلبی در حالی که دستانش را در جیبش گذاشته بود و پوزخندی بر چهره داشت آنجا ایستاده بود. ماشین که به دلیل لغزنده بودن خیابان قادر به متوقف شدن نبود به سرعت به جمعیت نزدیک شد. بقیه به موقع متوجه شدند و به سرعت کنار کشیدند، ولی کلبی که غرق تماشای اون دعوا بود متوجه نشد و ماشین با او برخورد کرد. گزارش پلیس حاکی از آن بود که این ماشین با سرعت 60 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود که از سمت چپ با کلبی تصادف میکنه. کلبی به شدت به کاپوت ماشین و شیشه جلو برخورد میکنه و سمت چپ سر اون به قاب شیشه اصابت میکنه. او به هوا پرتاب میشه و از پشت ماشین روی یخ‌های خیابون فرود میاد. راننده و سرنشینان اون خودرو از صحنه متواری میشن. او ابتدا بلند میشه و میخواد به دنبال ماشین بره، اما قلبش از تپش باز میسته و در عرض چند ثانیه روی یخ‌ها میفته و کاملا مرده به نظر میرسه. این اتفاق بلافاصله باعث شد که اون دعوا و زد و خورد متوقف بشه و جمعیتی از مردم در اطراف کلبی جمع بشن. هیچ کدوم از اونها نمیدونستن باید چی کار کنن و فقط ایستاده بودند و مرگ او رو تماشا میکردند. مردی که در اون نزدیکی بود و به امور پزشکی آشنایی داشت جلو اومد و تلاش کرد تا با تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی کلبی رو احیا کنه و از همسرش خواست که با اورژانس تماس بگیره و کسی موفق به تماس با اورژانس نشد. اما به طرز عجیبی آمبولانسی که به سمت بیمارستان ماموت میرفت کاملا اتفاقی از این مسیر عبور میکنه و متوجه حادثه میشه. اونها کلبی را به بیمارستان منتقل میکنند، اما گزارش‌های پزشکی حامل اخبار بدی بود.
پزشکان اطلاع دادند که او به شدت دچار آسیب مغزی شده و احتمال زنده موندنش بسیار پایینه و اگر هم زنده بمونه یک زندگی نباتی خواهد داشت. اما ماجرا از دید کلبی به شکل دیگری بود. آنچه کلبی تجربه کرد بسیار معنادارتر از درک جزئیات دقیق نحوه مجروح شدن او بود. ماجرا را از زبان خود کلبی برای شما نقل می‌کنم. به محض اینکه ماشین به من برخورد، احساس کردم ضمیر و آگاهی من با شدت از بدنم جدا شد و اون رو در تمام بدنم حس کردم. من می‌دیدم که در اون اطراف و جایی که بدنم قرار داشت چه اتفاقاتی در جریانه. به یاد دارم که بدنم رو رها کردم و از خودرویی که با من برخورد کرده بود عبور کردم. در اون لحظه من از تمام افکار و احساسات سرنشینان اون ماشین و همینطور افرادی که در کنار بدنم ایستاده بودند آگاه بودم. ترس و اضطراب سرنشینان اون خودرو رو حس کردم. کمی ماشین رو تعقیب کردم، اما بلافاصله خودم رو دیدم که بالای سر بدنم که بیجان روی خیابان یخزده افتاده بود و خون زیادی از اون رفته بود ایستادم و فهمیدم که من مرده‌ام. برای من کاملا واضح بود که بدنم به شدت آسیب دیده و احتمالاً فرصت من تمام شده و این پایان زندگی منه. به اطرافم نگاهی انداختم و متحیر بودم که چه سرنوشتی در انتظارمه. بعد شروع به قدم زدن در خیابان کردم و به شدت به شرایط و وضعیتم فکر می‌کردم. من بلافاصله متوجه چند نکته درباره خودم شدم. اول اینکه به بدن و کاربرد روحی خود نگاه کردم، به دستها، پاها و بقیه بدنم و دیدم که کاملا شبیه قبل از مرگم هستم. حتی لباسهایی که به تن داشتم همونی بود که قبل از تصادف بر تنم بود. ولی تفاوت‌های قابل توجهی هم وجود داشت. احساس می‌کردم کاملا هوشیار هستم و دیگه ذره‌ای اثری از مستی و گیجی ناشی از الکل و مواد در من نبود. احساس می‌کردم از همیشه سالم‌تر و سرزنده‌ترم. متوجه شدم که هوا خیلی سرده ولی من اصلاً احساس سرما نمی‌کردم. مهمتر از همه من متوجه شدم که همچنان خودم هستم و هوشیاری و خاطراتم کاملاً جدا از بدن فیزیکی با من بودند. من از خاطرات و دانش‌هایی آگاه شدم که در طول زندگی فیزیکیم از اونها باخبر نبودم. من تمام برنامه‌ها، اهداف، وعده‌ها و دیگر تعهدات مهمی که پیش از آمدن به این دنیا داده بودم ولی به هیچ یک عمل نکرده بودم را به یاد آوردم. ضمیر من مملو از دانش و آگاهی شده بود و به دلیل اینکه توانایی و ظرفیت ذهنی من فوق‌العاده افزایش پیدا کرده بود میتونستم تمام این آگاهی‌ها را همزمان هم جذب کنم هم به یاد بیارم. من به یاد آوردم که کارهای زیادی بود که هنوز انجام نداده بودم. من روابطی که با عزیزانم پیش از آمدنم به این دنیا داشتم رو به یاد آوردم در حالی که هنوز در زندگی زمینی اونها را ملاقات نکرده بودم و نمیشناختم. ولی اگر نمرده بودم مقدر شده بود در آینده اونها رو ملاقات کنم. برای من زندگی کاملی برنامه‌ریزی شده بود که من هرگز به اون عمل نکرده بودم و راه خودم رو رفته بودم. این آگاهی‌ها مثل پتکی سهمگین بر سرم فرود آمد. من به یاد آوردم که قبل از آمدنم به دنیا با خانواده و دوستانم برنامه‌ریزی‌های زیادی کرده بودیم و به من مأموریتی محول شده بود که باید در طول زندگی زمینیم اون رو انجام می‌رسوندم. نه اینکه زندگیم رو صرف پارتی‌ها و خوشگذرانی‌های بی پایان کنم. همه چیز برای من کاملا واضح و روشن شده بود و من از تمام جزئیات و بخش‌های اون مأموریت آگاه شدم و به خاطر از دست دادنش غم زیادی رو احساس می‌کردم. من فهمیدم که این مأموریت فوق‌العاده مهم بود و زندگی افراد زیادی به من وابسته بود و فقط من میتونستم اون کارها را انجام بدم. شدت دشواری موقعیتم بیشتر و بیشتر میشد. گویی سرنوشت ارواح بسیاری به موفقیت من به کارهایی که به انجام اون متعهد شده بودم وابسته شده بود. افراد و برنامه‌های بسیار مهمی به من بستگی داشتند و من شکست خورده بودم. من این رو فهمیدم و ازش مطلع شدم. من به قول و تعهد خودم عمل نکرده بودم و هیچ یک از کارهایی رو که قرار بود انجام بدم رو انجام نداده بودم. تمام اون وعده ها مربوط به آینده بود، اما دیگه آینده‌ای برای من وجود نداشت و این برای من بسته شده بود.
من میتونستم همه چیز رو به صورت واضح ببینم و بفهمم و بسیار متاسف و اندوهگین بودم که چگونه نقشه و برنامه بسیار باشکوهی که برای من و عزیزانم در گذشته، حال، آینده تدارک دیده شده بود، به خاطر کارهای سهل انگارانه و غفلت من ناکام مونده بود. حالا این مأموریت به دیگران واگذار میشد و اون هم در صورتی که بتونن از اون آگاه بشن و فرصت برای انجام اون داشته باشن. به من نشون داده شد که افراد زیادی از جمله کسانی که هنوز زنده بودند، کسانی که مرده بودند و کسانی که هنوز به دنیا نیامده بودند، به دلیل شکست من در انجام تعهداتم متحمل رنج زیادی خواهند شد. علاوه بر این، من ادراک کردم که حالا همه چیز متفاوت خواهد بود و به نوعی سازماندهی مجدد میشه و من از این طرح و برنامه‌ریزی حذف میشم. من فهمیدم که برای کمک به سایرینی که زندگی اونها به من وابسته بود اقداماتی صورت خواهد گرفت که با برنامه جدید سازگار بشن. در غیر این صورت تأثیرات منفی رو متحمل خواهند شد. با درک و آگاهی از شکست خودم و تأثیر منفی شدید اون بر خودم و دیگران قلبم در سینه سقوط کرد و هیچ امیدی نداشتم. من احساس یک روح ملعون و جهنمی رو داشتم. من به خدا التماس می‌کردم که من رو از این وضعیت نجات بده، اما هیچ در رهایی و آرامشی احساس نکردم. من تمام اشاره‌ها، راهنمودها و هدایت‌هایی که به من داده شده بود و اینکه چگونه خداوند بارها در زندگی من مداخله کرده بود را به یاد آوردم. من ناله و زاری کردم از اینکه نه تنها کاری رو که برای انجام اون به دنیا آمده بودم رو انجام نداده بودم، بلکه حتی کارهای پیش نیازی که برای شروع این مأموریت لازم بود رو هم دنبال نکرده بودم. من به یاد آوردم که حقیقت چطور واضح و روشن به من نشون داده شده بود. حتی زمانی که بچه بودم حقیقت رو به من یاد داده بودند و من میتونستم به وضوح 10 سالگی خودم و اون لحظه‌ای که حقیقت رو به من یاد داده بودند رو ببینم. و از اون زمان این حقیقت در ذهن من موندگار شده بود. اما من هیچ وقت تصمیم نگرفته بودم که بر اساس اون عمل کنم. وقتی بچه بودم عقاید کشیش‌های کلیسا و جهانبینی اونها برای من نادرست و مسخره به نظر می رسید و سوالاتی برای من ایجاد کرده بود. اما مادر بزرگم جلوه‌هایی از حقیقت رو به دست من داده بود و من از درون می دونستم که حقیقت بسیار فراتر از چیزیه که کلیسا به مردم میگه. نادانی و ناآگاهی افراد در مورد حقیقت که نیت بدی هم نداشتن باعث شد که من حتی به دنبال چیزی که از درون میدونستم درسته نرم. با این حال دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نبود. من باید نشانه‌ها و راهنمون‌هایی که برای من میرسید رو دنبال میکردم. حتی وقتی انسانی بالغ بودم باز هم رسیدن به حقیقت و عمل کردن بر اساس اون امتناع کردم. میدونستم کسی جز خودم مانع این کار نبود. من حاضر نبودم قوانینی که کلیسا برای انسان‌ها قائل هست رو دنبال کنم، چون با سبک زندگی و خوشگذرانی‌های من مغایرت داشت. من نمیخواستم تغییر کنم. بهانه تراشی کار راحتی بود و تغییر کار سخت و دشوار و من حقیقت رو انکار میکردم. اگرچه درست بود که من سوالات و تردیدهای زیادی درباره خدا و مذهب داشتم، اما اینها بیشتر بهانه بودند تا دغدغه واقعی من. اینکه با یک سری توجیهات از ایجاد تغییرات عمیق و دشوار شونه خالی کنم کار راحتی بود. با این حال من هیچ وقت این هدایت درونی رو فراموش نکردم و همیشه قصد داشتم روزی بر اساس اون چیزی که از درون میدونستم حقیقته عمل کنم. اما هر روز از کاری که میدونستم دارم و به سمت اون هدایت میشم دورتر و دورتر میشدم. زندگی من کاملا وارد یک مسیر انحرافی شده بود و من دقیقاً در جهت مخالف اون هدایت درونی حرکت میکردم. روح من برگشت و بالای بدن بیجان خودم ایستاد، در حالی که اون شخص هنوز داشت به من تنفس مصنوعی میداد و سعی میکرد با ماساژ قلبی من رو احیا کنه. به یاد تصمیمات بد خودم افتادم و کارهای زیادی که قسم خوردم دیگه انجامشون نمیدم، ولی باز هم اونها را تکرار کردم و دیگه هیچ عذر و بهونه‌ای فایده‌ای نداشت. با همه چالش‌ها و موانعی که زندگی من با اونها شروع شده بود، میدونستم که تمام اون چیزهایی رو که برای موفقیت نیاز داشتم به من داده شده بود. ضریب هوشی من بالای 185 بود، ولی از اون استفاده نمی‌کردم، جز اینکه راه‌های جالب و جدیدی برای به دردسر انداختن خودم پیدا کنم. من در درک احساسات و خواندن ذهن مردم مهارت بسیار بالایی داشتم، اما از اون هم فقط برای عصبانی کردن مردم استفاده می‌کردم.
به من ایده‌های نوآفرینانه، غریزه قوی و آگاهی از رویدادهای آینده هم عطا شده بود، اما اغلب اوقات مطابق اونها عمل نمی‌کردم. مهم نبود که زندگی من چطوری شروع شده بود. همه چیزهایی که برای موفقیت نیاز داشتم در دسترس من بود، ولی من از اونها استفاده نکرده بودم. اما مهمتر از همه خودم را اونجا بالای سر بدن بیجانم که روی جاده یخزده افتاده بود می‌دیدم و حقیقت رو که مادر بزرگم در مورد دین و مذهب به من گفته بود رو به یاد آوردم. من نمیتونستم این احساس شکست کامل در انجام رسالت زندگیم و کارهایی را که پیش از آمدنم به این دنیا به انجام اونها متعهد شده بودم رو از خودم دور کنم. و این ترس به جانم افتاده بود که شاید دیگه هرگز نتونم این کارها رو انجام بدم. در این نقطه بود که به زانو افتادم و به درگاه خدا تضرع و زاری کردم که به من کمک کنه. من میدونستم که برای تغییر این وضعیت کاملا به طور قطع ناتوان هستم و فقط خدا میتونه من رو نجات بده. آگاهی از این که با کوتاهی از انجام تعهداتم چه تعداد از افراد رو ناامید کردم و سنگینی شکست را که داشت روح من رو له میکرد برای من غیر قابل تحمل بود. در این لحظه ناامیدی به یاد تمام زمانهایی افتادم که خداوند در گذشته به من کمک کرده بود. از اینکه در چنین شرایطی قرار گرفته بودم احساس شرم می‌کردم، اما می‌دونستم که باید چیکار کنم. در اون لحظه من تمام ایمان و تمرکزم رو روی ارتباط و گفتگو با خدا قرار دادم. او تنها کسی بود که میتونست من رو نجات بده. ناگهان دیگه احساس تنهایی و ناامیدی نکردم. درست همان لحظه‌ای بود که من به مکان دیگه‌ای برده شدم و درست به یاد نمیارم که چه اتفاقایی افتاد. فقط میدونم که من را به جایی بردن که یک سری دستورالعمل‌های اونجا دریافت کردم. به طور مبهمی به یاد میارم که با موجودات مختلفی ملاقات کردم و حقایق قدرتمندی به من نشون داده شده بود. ولی به یاد دارم که این دانش عمدن از من پنهان شد تا زمانی مناسب در آینده به من یادآوری بشه. مورد بعدی که به یاد میآورم اینه که اون موجوداتی که من رو نگه داشته بودند آزادم کردند و من رو به بدنم برگردوندند. من تعهداتی دادم و فرصت دیگه‌ای به من داده شد. اما به من گفته شد که اوضاع بسیار متفاوت خواهد بود و من دیگه نمیتونم به سبک زندگی گذشته برگردم. و شخصیت من هم متفاوت خواهد شد. به من گفته شد که احساس، رفتار و اعمال من دیگه مانند گذشته نخواهد بود. به من گفته شد چالش‌های بسیار بیشتری در انتظار من خواهد بود که باید به اونها غلبه کنم. اما توانایی این کار رو دارم و علاوه بر اون به من کمک خواهد شد. به من گفته شد که هیچ وقت تنها نخواهم بود و همیشه یک همراه برای هدایت من در کنارم خواهد بود. آخرین چیزی که به من گفته شد این بود که فرصت کوتاهه و من باید روی رابطه خودم با خدا و رشد این رابطه کار کنم. من دقیقاً معنی این کلمات رو میدونستم و باهاش موافقت کردم. بلافاصله بعد از اون من به بدنم برگشتم و به خاطر تصادف دچار خونریزی مغزی شده بودم. روی من جراحی مغز انجام شده بود و من در اتاق ریکاوری بودم. من از بالا به بدنم نزدیک شدم و از ناحیه پیشانی وارد اون شدم. کم کم تمام خاطراتم رو به یاد آوردم و به یاد اون احساس درونی افتادم که به من هشدار میداد به این سفر نرم. اون حس درونی به صورت مکرر در اون شب از خطری حتمی و قریب الوقوع به من هشدار میداد و در نهایت به یاد آخرین اخطار این ندای درونی افتادم که به من گفته بود اگه امشب بیرون برم دیگه بر نخواهم گشت. نمیتونستم این حس پشیمانی و حسرت رو از خودم دور کنم. من میتونستم به این ندای درونی گوش بدم و از تمام اتفاقات جلوگیری کنم. مسئولیت تمام این اتفاقات به عهده خود من بود. من تصمیم گرفتم که اگه دوباره فرصتی به من داده بشه از این هدایت درونی پیروی کنم. از اینکه قبل از وقوع این اتفاق از اون آگاه شده بودم برای من حس تسخیر کننده ای داشت. این احساس و ندای درونی از کجا آمده بود؟ این اولین بار نبود. بارها در طول زندگیم درباره اتفاقات قریب الوقوع به من هشدار داده شده بود. گاهی به شکل خواب، گاهی به شکل رویا، گاهی به صورت مکاشفه و گاهی به صورت یک ادراک ناگهانی از اتفاقی که در آینده‌ای نزدیک قرار بود رخ بده. اما از همه مهمتر هشدار بسیار جدی و قاطعی که اون موجودات ماورایی دریافت کرده بودم درست قبل از اینکه وارد بدنم بشم رو به یاد آوردم. این هشدار فراموش نشدنیه و تا به امروز در خاطر من مونده.
به من هشدار داده شد که زندگی متفاوتی خواهم داشت. شخصیت تو متفاوت خواهد بود. تو دیگه اجازه نداری مثل گذشته زندگی کنی. باید روی رابطه خودت با خداوند و رشد این رابطه کار کنی. کمک و هدایت بیشتری دریافت خواهی کرد. وقتی به هوش آمدم مطمئن نبودم که تمام اینها چه معنایی دارند، اما میدونستم که به زودی خواهم فهمید. این بود از تجربه مرگ تقریبی و آگاهی هایی که کلبی کراک از عالم ماورا با خودش آورده بود. این داستان حاوی مضامین عبرت آموز و مهمی برای همه ماست. باشد که در طریق انسانیت و خودشناسی استوار گام برداریم و جهان را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنیم.